بچه باز، نمیدونم محمدی ور، حسین قوطی، ولی تا دلت بخواد وقت اسمای زنانه که رو خودشون میذارن خیلی سکسیه. نناز قیافه یکی میری رو نگاه میکنی یک ماهی بوست خونی میگیری. نناز ما رو مسخره میکنن آقای فتی به خاطر سکویی. یک دلقک شماره 1 مسخره است کاراش. موضوع نادانی و دانایی نیست، ایشون دقیقا میدونه چی کار داره میکنه. با پوزش شما جان اینو بهش میگوین شارلاتان سیاسی ولا غیر. یعنی به من دارین شما اینو میگی من شارلاتانم؟ آقای نه آقای فتی، دقیقا افکار شما و افکار سکویی شارلاتانیزمه. توجه میکنی؟ من میدونستم سکویی اومده تو اتاق برای چی اومده، چون رفیقش هستی. افکار شما و افکار سکویی شارلاتانیه. من شارلاتان نیستم، من به شما توهین نکردم، من اصلا با شما کاری ندارم، من درباره سکویی رو دارم نقد میکنم. این شما هستید که مسئله رو داری شخصی میکنی. گوش میکنی؟ شما هر روز زیر پرچم یکی سینه میزنی. خب ببین فتی جان، اگر من زیر پرچم هر کسی سینه میزنم، این بدبختی توی که میای میگه همایون آدم وطن پرستی. دیدی چند تا چهره داری؟ دیدی چند تا چهره داری؟ اگر من آدمی هستم وطن فروش، پس برای چی الان داشتی قلب میفرستادی و میگفتی؟ نه دیگه. ببین شما یه آدم لات چال میدونی هستی عین سکویی، چون اگر نبودی به من نمیگفتی شارلاتان. توجه میکنی؟ من که به شما بی احترامی نکردم تو این اتاق. نه رضا جان من اگر تو میخوای F9 بگیری، میکروفون از من بگیری و بعد بیای آهنگ ستار بذاری و بعد بخوای بیای دفاع از فتی بکنی، برای من رضا جون هیچ مشکلی نیست. با همتون اگر مرد باشی و میکروفون بدی یکی یکی صحبت میکنم. اگر میخوای یه بالا بشینی نماز جمعه اجرا بکنی و 1 ساعت حرف بزنی، خب من وقتشو ندارم. خب ولی این فتی بود که شروع کرد گفت شارلاتان. فتی جان تو یه لاتی هستی عین سکویی، عین سکویی سیمپارم هستی، عین سکویی ضد راه شاهزاده رضا پهلوی هستی، عین سکویی. بذار بهت بگم، امشب من اینو بازش کردم که مچ تو رو بگیرم جوجه. ما کارمون اینه. آقای امیر پژمان بازنشسته همون سازمانیه که من دارم توش کار میکنم امروز در تبعید. ما کارمون اینه. بذار بیشتر از این بازش نکنم برات. تو من نمیشناسی، تو نمیدونی من کیم، با اینکه اسم کوچیک و بزرگم رو میدونی ها، ولی نمیدونی من کیم و من چی کار دارم میکنم. من کارم تو پالتاکینه. شما از همون جایی میایی که سکویی میاد. توجه میکنی؟ چون شما داری به من میگی شارلاتان. اتفاقا سکویی هم به من میگفت شارلاتان. اتفاقا سکویی هم به من میگفت تو زیر هر پرچمی سینه میزنی. خدا رو شکر میکنم از اینکه خدای من و شاه من و برای اونایی که دارم کار میکنم تو لندن، اونها میدونن من چی کارم و چی کار دارم میکنم و برای من کافیه. شما رو ما میشناسیم، راه شما رو هم میدونیم. شما اسم خوبی نداری میونه ماها آقای فتی. به عنوان یه لات چاقوکش شارلاتان شما شناخته شدی، نه من، چون با سکویینا کار میکنی. ببین چه قشنگ دارم باهات صحبت میکنم. رئیستم که میآوردی اینجا باش همینجوری صحبت میکردم که سکویی باشه. بگی به من نگی شارلاتانا، چون جوابتو میگیری. حالا من میکروفون رو رها میکنم، دوستتون آقای رضا نوید بیاد بالا صحبت بکنه، منم اینجا هستم. هر وقت میکروفون دادید جوابتون رو میدم. به من میگی شارلاتان، تو گفتی شارلاتانم، دولت شاهی هم میگه من شارلاتانم، فولادوندم میگه من شارلاتانم، پیلتنم میگه من شارلاتانم، دکتر پلوادم میگه من شارلاتانم. پیدا کن پرتقال فروشو،
سکویی هم میگه من شارلاتانم، فولادوندم میگه من شارلاتانم. خیلی جالبه. از شما خواهش کردم آقای فتحی و آقای همایون، از هر جفتتون خواهش میکنم تکس نزنید. شارلاتان منم، مزدور منم، جمهوری اسلامی منم، نوکر آخوند منم، کوکائینی منم، معتاد منم، مزدور منم، شارلاتان منم، هرچی شما به هم دیگه میگید منم. سعید سکویی یه یوزر مثل همایون، مثل رضا، مثل شهریار فتحی. نه آقای فتحی صبر کن، بذار من قربونت برم، بذار من اول رو ریل راست دارم میرم، فدات بشم. توهین بهش نکنید. همایون جون نگاه بکن، هر کس تک زد که خواست به سعید سکویی توهین کنه امونش نده، با کشته بنزش بیرون. شما اصلا حرف همایون رو نمیفهمید. آفرین ایران پیروز اینجاست. علیرضا عزیز من 2 بار به ایران پیروز فوش خار مادر داد. من به خاطر ایران پیروز 2 بار با سعید سکویی درگیر شدم. چرا؟ چون شما نمیشناسیدش، من میشناسمه. بله آقای فتحی الهی من قربونت برم. آقای شهریار فتحی عزیز من، شما پیر دیری، یه دقیقه صبر کن. همین آقای شهریار فتحی به منم یه بار یه چیزی گفت، فردا شبش زنگ زدم خونش ازش گله کردم. داره به پادشاهی ضربه میزنه، درست میگه. ولی همایون درست میگه، داد بیدادتم بکن، فریادتم بزن، ولی فحاشی نکن. درست میگه، این کار صحیح نیست. من بارها گفتم، بازم میگم، داد بیدادتونم بکنید، ولی کن فحاشی نکنید. این آبروی پادشاهی رو میبره. بعد به ما برمیگردن میگن فحاش و غیره و ذالک. نشستیم اینجا تنهایی توی این هوای گرفته اروپا، تلویزیون رو وا کردیم. حالا من خودم رو میگم، تلویزیون رو وا میگم، یابو برم میداره، خیلی میگم سعید مثلا پرویز قاضی سعید کیه بابا؟ کسی پرویز قاضی، اصلا پرویز قاضی سعید توفش تموم شده. توف با آلمانی یعنی اون ماینه ماشین بهش میگن توف. اصلا قاضی سعید دیگه تایمی نداره، وقتی نداره. سیروس شرفشاهی، منی که 46 سالمه دیگه وقتی ندارم. سیروس شرفشاهی کیه؟ شطور علی کیه؟ بهرام مشیری چیه؟ سیروس بیشرفشاهی کیه؟ نوریزاده کیه؟ زنازاده کیه؟ اینا دکون علوی سازی منو تو از بیکاری واسه خودمون راه انداختید. فاعل نمیدونم چی راه حل چیه؟ هیچی. راه حل اینه که تو بس بیشتر بکشی. شوت علی نگاه کن، زنازاده اسم آیدیشو نگاه کن. آخه تو رو به خدا، آخه این اسم این داره. آخه نگاه کن، من اینو کپیش کنم شما بخون ببینم. آخه این چی؟ شما از این چی میفهمی؟ من اینو بخون ببینم. ولا یشتبهو علی الذین ولا ابتغون ولا تبتپون. این چی نوشته این مرکه اولا؟ تازه اومده راه حلم هم از من میخواست ساعت 3 بعد از نصف شب. مثل که جنسش بد بوده. راه حل اینه که بری سر چهارراه گمرک تو بس دیگه بیشتر بخری. فلان شده. ای کاش یکی از شما عزیزان همین الانه یه تلفن میزدین به خانم پریوش سعادتی و خانم پریوش سعادتی رو میبردین روی خط تلفن و حرفایی که من میزنم و ایشون میشنید، تا آقای همایون و دیگر دوستان بدونن کار سیاسی کردن یعنی چی. کار سیاسی اومدن و نشستن و معذرخواه آروغ زدن و شروع کردن نداره. کار باید سیاسی بشه. 2 مطلب بهتون میگم، فقط برای خاطره بنویسین توی دفترچه‌هاتون. اینه که شاهد میخواستم توی این اتاق باشه. آقای همایون، آقای رضا عزیز و دیگر دوستان که صحبت از سیاسی و سیاست میکنید، من از سیاست مدارم، من مبارز سیاسیم، ولی راهی که میرم فکر کنم درست میرم. اسم آریامهر مال آقای سعید سکویی نیست. اسم آریامهر رو تمامشو من ثبت دادم که اگر فردا سعید سکویی ورشکست شد، اینو من نمیخواستم بگم، فردا منتظر فحاشیاش باشی. خانم سعادتی هم میدونه. خانم سعادتی هم کسی بود که پیشنهاد و نصف مخارجم من میدم. برای همین میگم زنگ بزنین بپرسین از ایشون. الانم من خانم رکسان گنجی رو زنگ میزنم جلوی خودتون و میارمش روی خط و ازش میپرسم
که ببینین حقیقت بعدم سردشو میزنم روی وبسایت ببین اینو بشکن کار سیاسی. این اون موضوع لاتبازی سیاسیه. سعید سکویی دقیقا همین کارو میکنه، تهمت میزنه، به این فحاشی میکنه، به اون فحاشی